شرک آخوند قزوینی از 14 سالگی. بندم بارها گفتم این افتخار رو دارم که از سن 14-15 سالگی هیچ روزی به کوره چشم اینها زیارت جامعه کبیرم ترک نشده. هیچ روزی به کوره چشم اینها زیارت جامعه کبیرم ترک نشده. الحمدلله هم خودم هم دوستانی که با من مرتبط هستند، بچه هام، خانوادم، هیچ روزی نیست که جامعه کبیر را نخوانند. یعنی من معتقدم اون شیعه‌ای که با جامعه کبیر انس نداشته باشد معارف و مقامات اهل بیت رو بیخبر هست. به نظر می رسد آقای قزوینی از ایام بچگی یعنی از 14 سالگی مشرک بوده. زیارت جامعه کبیره که آن را شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از شخصی به نام موسی بن عبدالله نخعی روایت کرده و آن را به دروغ به امام هادی رحمه الله نسبت می دهد، شامل غلو و زیاده روی و کلمات و جملات شرک‌آمیز زیادی است که از آن جمله در جایی از این زیارت آمده و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم، یعنی ای اهل بیت، بازگشت مخلوقات به سوی شما و حساب آنها با شما و داوری آنها در نزد شماست. حال این که الله متعال می فرماید ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، به یقین بازگشت آنان به سوی ماست، آنگاه حساب ایشان با ما خواهد بود. و می فرماید الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله میان شما در روز قیامت درباره آنچه اختلاف می‌ورزیدید داوری می‌کند. تضاد مفاتیح الجنان با قرآن کریم را هر انسان مسلمانی که اندکی با قرآن کریم آشنایی داشته باشد می‌فهمد، مگر آنکه مانند قزوینی متعصبی خرافه فروش باشد و یا به عادات و آداب اجدادی عشق و اعتیاد شدید داشته باشد. زیارت جامع چه کبیره چه صغیره و همه زیارات و ادعیه مشابه از جانب شارع نیست، بلکه انسانهای خرافی آنها را ساخته و میان مردم رواج داده‌اند. زیارت جامع که با تعریف و تمجید و غلو و چاپلوسی آغاز شده با سیره متواضعانه ائمه مناسبت ندارد. آیا ممکن است امام علی النقی هادی رحمه الله که در منزلش روی ریگ و سنگریزه نشسته به ذکر الله و راز و نیاز با ذات پروردگار مشغول می شد و اسوه تقوا و تواضع بود، به مردم گفته باشد چند صفحه در جلوی قبر ما سخنان غلوآمیز و دور از حقیقت و تملق و شرک بگو؟ آیا چنین کسی یک امام موحد زاهد است یا یک قلدر جاه طلب؟ امام ما متواضع و فروتن است و توجه مردم را دائما به خدا جلب می کند. متکبر و خودپسند نیست که چندین صفحه از خود تعریف و تمجید کند و از مردم بخواهد که به صفات علیا بلکه به صفات مخصوصه الله او را بخوانند تا او خشنود شود. در این زیارت به تقلید از دعاهای جعلی دیگر ائمه را صفوة المرسلین، برگزیدگان پیامبران نامیده که معلوم نیست کدام پیغمبر و بنا به کدام دلیل و مدرک این بزرگواران را به امامت برگزیده است. در این زیارت درباره ائمه میگوید
عباده المكرمین الذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون و آنها را مصداق آیه 27 سوره انبیا دانسته است، در حالی که این آیه راجع به ملائکه است نه آدمیان، چنانکه آیات قبل و بعد آیه مذکور نیز بر همین معنی دلالت دارد و حضرت علی رضی الله عنه نیز آیه مذکور را درباره ملائکه دانسته است. نهج البلاغه خطبه 91.